با فقط کانال آرش داینو بچه‌ها. یه دونه ویدیو جدید جذاب دیگه اومدیم بچه‌ها. اگه دوست دارید بچه‌ها یه دونه پک خفن براتون آوردیم، پک جی تی ساندویچ فول ایرانی. و بچه‌ها اینا هم از شهر سوم ایرانی هم داخلش هست، ماشین خارجی هم هست داخلش. خب بچه‌ها اومدیم سراغ پک بچه‌ها. این پک بدون کرشه بچه‌ها. این اندروید 6 7 ولی 9 اجرا نمیشه، کمتر کسی اندروید 9 داره. درگیش هم بچه‌ها الان بخاطر اینه که گرافیک تا ته بالا و ویدیوز رکورد میشه. حالا بریم گرافیک هم بهتون نشون بدم. آقا ببین گرافیک مکس کلا. آقا ببین این گرافیک مکس بالا، اینا بیشتر این بالا شاید کش کرد ولی پک عالی 20. ببین بچه ها مادای ماشینش هم ببینی. الان میبینی فرانکلین مدلی با میره چون این کرکتر ضعیفه. الان ببین یه سیوم کلی سیوم توشم هست. ببینی مثلا سیو بی ام ایکس، چند تا سیو بی ام ایکس مختلف در جای مختلف بازی داره. بچه آقا لایک رو بزن، کامنت هم بذار. آقا دوست داری دانلود کنی و نصب کنی آخر ویدیو رو من براش برنامه داریم تا من مکابش بهتون نشون میدم. آقا ایمدیم تو شهر سوم بازی دوباره. سیو اولیم که گروه سیو تایی خواستیم ببینیم. خب بریم سراغ ماشینایی که این پک داره. بزن ببین. آقا مینو رو میکشی بیرون، کلی هم ماد کلو داره. همه ویدیویی که این دوتا ویدیو قبلی که باش رکورد شده با هم پک داره. خیلی هم پک خفنی. آقا دانلود میخوای بکنی آخر ویدیو نصب دانلودش هم نشون. آقا میایم ببینیم 405 با رنگ‌های مختلف ماشین پلیسای بازی هست شده و جی تی وی شده. تمام ماشین پلیسا کار میکنه. 206 یه موتور جدید دیگه ارزم به خدمت. بریم جلوتر. آقا یه اودی خفن، یه دونه بوگاتی و دیگه ماشین بنز فکر کنم. بله بنز خفن. ماشین مکلارن فکر کنم، نمیدونم اسم چی بود. ماشین پوسک پرس بود، خفن بود. و یه موتور جدید به بازی اضافه شده دیگه. بچه ها چیا داریم؟ بازم بگردیم داخلش. آقا یه چند تا ماشین دیگه هم هست. ماشین پلیسش هم عوض شد. تی وی دوباره بهتون بگم. آقا بزن بریم جلوتر. یه دونه ماشین موستانگ بود. یه دونه اینا هست. موتور هوندا سی جی اضافه شده بنازم دیگه. بچه ها چی عد شد اضافه شده 405 دیگه ولی معمولی. آقا 405 اومدیم من قبل ببینیم مشکل نخورده. 405 ادامهش. بله بیم با آی 8 پراید تاکسی و دیگه یه ماشین مکلارن جذاب دیگه. فراری بود قبلی فکر کنم. پراید معمولی و اسپورت و اینم از این. آقا اینا خفنه. اینم از این ماداش. حالا ماد کرکتر فرانکلین دیگه اینجا سی جی یا نداره. مگه دوستین فرانکلین سی جی باشه اگه دلتون میخواد حالت سی جیش هم براتون قرار بدم کامنت بزنید، لایک ویدیو به بالای 10 تا برسونید که به چنلمون به 10 تا برسه. چنل یوتیوبمون میذاریم آفاقتمون هم که دیگه بچه ها 200 داریم بسن. خب آقا بریم یادتون بدیم میاین اینجا. این ماده کلوشه، کلی ماده کلو داره. این ماده کرکتر کنترل کرکتر با این کلیک میکنید. اگر از اینجا قرمز زدین در اومد دیگه از این حالت وارد نمیشه. باید این دوتا انگشتتون رو دیدین اینجا بزنید خب تا وارد منو شه. این یادتون بدم. حالا بریم نوبت عوض کردن لباس کاراکترمون شروع کنیم. تمام لباس رو کار میکنه بدون که خب بریم کس کنیم شانسی همین لباس میزنیم. ببین لباسش جی تی هم هست. جی تی بی هست. ای پی سی هست. شاید باشم کار کرد
کفشاش هم کار میکنه، چرا کار نکنه؟ کفشاش یه نمونه تست کردیم، لباسش هم کار میکنه، مشکلی هم نداره و مپ بازی هم سیو 100% کلی بازی 100% شده. اگه دوستان سی جی یا ویدیوش مدل نسخه سی جی رو براتون بذارم که کرکترش فقط سی جی باشه. این بچه ها حجم این پک هم حجم زیادی نیست. حالا بریم بچه ویدیو رو تموم کنیم، بریم سراغ نصب این پک. اما دوباره آمدیم سراغ ویدیوی آموزش نصب پکه. خب بچه ها فایل دانلود میکنید از کانال تلگرامی ما. فایلش هم رمز داره، این اسمش رو درست میکنم، اسمش الان آموزش گیمه چون اسم کانال قدیم آموزش گیم، اسمش عوض میشه به داینو پک 1. شما از کانال تلگرام دانلود میکنید، داینو پک 1 و رمزش هم آیدی همین آیدی چنلمونه، یعنی میشه آرش داینو خط فاصله گیم که تست میکنیم. بعد ویدیوش رمزش میذارم عادی همونجا وقتی فایلش قرار دادم رمزش هم براتون قرار میدم. آقا میایید اینجا پک رو باز میکنید، استخراج به مکان فعلی رو میزنید. حالا شما رمز رو بزنید، رمز رو که زدی، رمز رو که من گذاشتم رمز رو میزنید، کپی میزنید. بعد نوبت اینه که فایل نصبی بازی، اگه گوشتون قدیمیه فقط یه نکته، اندروید 9 اجرا نمیشه. من تست کردم اندروید 9 متاسفانه اجرا نمیشه، ولی از 5 6 7 8 و 10 11 12 13 14 حتی 15 این گوشی که الان داریم تست میکنیم اندروید 15 که سامسونگه، شیائومی هم تست شده، شیائومی هم مشکل نداره. آقا اول از همه این فایل رو نصب میکنید. حالا بذار ما بریم پک و پاک کنیم، بریم درستش کنیم کارش. و یک بازی پاک کردیم بچه. و یک نکته، این پک به شما نیاز به تغییر همین اطلاعات یا مثلا نوشته نوع پردازنده نداره، اصلا نداره. آقا فایل رو نصب میزنیم، نصب کننده بسته. آقا نصب کلیک میکنیم، کاری نداره. حالا اندروید 15 رو میره، ولی به هر حال نصب ویروس هم نیست بچه ها. پک تست شده کاملا سالمه بدون که بشه. نصب میکنیم، ثبت میکنیم، نصب بشه. خب آقا نصب که شد، باز کردن رو کلیک میکنیم. خب اینا تایید آقا اجازه دادن میزنیم، سریع صحنه اومد میایم بیرون. حالا میایم اینجا و بازی رو میبندیم که فایلش ساخته شه، فایل سیوش که به مشکل نخوره. بعد برنامه زداشی هم باید دانلود کنید، اونم این فایل برنامه زداشی برم داخل کانال همونجا کنار پک قرار دادم، لینک کانال تلگرام تو توضیحات. آقا میایید کلیک میکنید رو com.work ساچیتیسا، کپی رو کلیک میکنیم، اندروید، فایل اندروید و دیتا، پیست رو کلیک میکنیم. هیچ مشکلی به وجود نمیاد و خیلی ساده و راحت. فقط آقا 1 گیگ فضا میخواد، 1 گیگ هم دیگه جای گزین کلیک میکنیم و همه فایل جای گذاشته. حالا ثبت میکنیم تا انجام بشه و بله نصب انجام شد. حالا پک اینجا برامون برده. بریم داخل ویدیو بعدیش. میزنید اینجا که اومد هیچی نمیخواد بزنی بچه ها، این فرق که سوشل کلاب است و پس مشکل است. میزنید آفلاین، این خاکستریه و اینم بزنید کرش نمیکنه. اکثر پک واچ اینجا کرش داره ولی پک ما اینجا کرش نداره. این با اندروید 15 هم شده کاره. آخر ویدیو بهتون نشون میدم اندروید گوشی. آقا اینم از این پک کرش کرد، مشکل داشت به هیچ اون. ببین چقدر باید بالا اومد پک بدون هیچ مشکل. هیچ کرشی هم نداره، تمام کان ها آمدون بازه، چون هم نامحدود، پول نامحدود، همه چی نزن دیگه. ای بابا کلت میبرم پس بید. آقا اینم از این. آقا لایک رو بزن اگه دوست داریم پکم، اگه دوست داریم که این پکم نصب کنید دانلود کنید از کانال تلگرام دانلود کنید. کانال تلگرام تو توضیحات هستش. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.